با سلام مجدد. با بحث امروز با آموزش ورد در خدمتتون هستیم. در بخش هام، در تب هام گروه کلیپ بورد رو داریم. در گروه کلیپ بورد فرمت پینتر رو داریم که میخوایم تاثیرات فرمت پینتر رو بر روی نوشته هامون ببینیم. همونطور که کلیدهای میانبرش کلید کنترل شیفت به اضافه سی و برای چسباندن کنترل شیفت به اضافه وی هست که اعمال میکنه تغییرات رو. ابتدا من یک متن رو انتخاب میکنم، یک بخش از متن رو انتخاب میکنم، تغییراتی در رنگ میدم بر اون، بولد و ایتالیکش رو برمیدارم، یه رنگ دیگه ای که مشخص تر باشه مشخص میکنم میذارم. به عنوان مثال این رنگ رو انتخاب میکنم، یک بولدم بهش میدم. حالا و اگر من کلید فرمت پینتر رو یک بار فشار بدم، این تغییرات فقط برای یک بار اعمال میشه. ببینید که اثر فرمت پینتر از بین میره. اما ما نیاز خواهیم داشت که بتونیم تاثیرات رو بیشتر نگه داریم، یعنی بتونیم فرمت پینتر رو روی آیتم های دیگه و متن های بیشتری روی اطلاعاتش رو کپی کنیم و فرمت رو کپی کنیم. چیکار باید بکنیم برای این کار؟ برای این عمل فقط کافی است که دبل کلیک کنیم برای فرمت پینتر و به این ترتیب قفل میشه. حالا من میتونم روی مورد بعدی، متن بعدی و به همین ترتیب میبینید که من با این ترتیب میتونم فرمتی که برای نوشتم انتخاب کردم رو منتقل کنم بر روی سایر نوشته های دیگه و به همین ترتیب از فرمت پینتر استفاده کنم. برای کنسل کردن اثرش هم فقط کافی است که یک بار کلیک کنم تا فرمت پینتر از حالت قفل خارج بشه. مورد بعدی که برای ما مهم هست پیست هست، گزینه‌های پیست هست. همونطور که می‌بینید ما کلید کنترل وی رو داریم برای چسباندن و کنترل سی رو داریم برای کپی کردن. من میام در این قسمت یک متن رو انتخاب میکنم، کلید کنترل سی رو میزنم یا رایت کلیک و کپی رو انتخاب میکنم. خب در پنجره به این قسمت من میتونم در پنجره باز شده کلیپ بورد بیام و ببینم که من آیتم اوورویو رو انتخاب کردم. اوورویو در اینجا در کلیپ بورد من قرار گرفت. باز یک مورد دیگه ریپورت رو انتخاب میکنم، کنترل سی رو میزنم، بعد ببینم که خب گزینه ریپورت هم، عبارت ریپورت هم در لیست کلیپ بورد من قرار گرفت. حالا کاربردش چی هست این لیستی که در اینجا تشکیل میشه؟ من هر زمان که نیاز داشته باشم میتونم در هر کجا که خواستم هر کدوم از مواردی که در کلیپ بورد ذخیره کردم رو نگه داشتم رو پیست بکنم. ببینید به این ترتیب، بعد دوباره در سطر بعدی ریپورت، در سطر بعدی و به همین ترتیب. می‌بینید که در کلیپ بورد در حافظه موقت در این قسمت باقی میمونه و ما هر وقت نیاز داشته باشیم برای تکرار میتونیم از این اطلاعات استفاده کنیم و عباراتایی که ذخیره شده در کلیپ بورد استفاده کنیم برای بازخوانی و بازآفرینی شده استفاده مجدد از اونها داشته باشیم. این منوط به این سند نیست. اگه در سند جدید هم من این رو ایجاد بکنم با کنترل ان میبینم که باز دوباره همین عبارات خواهند بود در همین جا. باز پیست و بعد باز پیست. میبینید که در برنامه ورد باقی خواهد موند، نه در سند. این اطلاعات در برنامه ورد باقی خواهد موند و در سند نیست. هر زمان که برنامه ورد باز هست تا همون موقع برنامه کلیپ بورد من به این ترتیب در حافظه باقی است و میتونیم ازش استفاده کنیم. به این ترتیب میتونید با این دکمه باز کنید و اطلاعات رو هم در این قسمت مشاهده کنید.